در یک اتفاق بی سابقه متخصصان به طور اتفاقی نوار مغزی یک بیمار رو دقایقی قبل از مرگ ثبت کردند و متوجه شدند در 30 ثانیه پایانی توقف فعالیت قلب امواج مغزی گاما به شدت افزایش پیدا کردند. این امواج درست موقعی توی مغز افزایش پیدا می‌کنند که یه فعالیت شناختی مشخص در جریانه، مثل تمرکز کامل، مراقبه یا همون مدیتیشن و جالبتر از همه خواب دیدن و یادآوری خاطرات. دانشمندان میگن با بررسی نوسان این امواج میشه تصور کرد وقتی ما میمیریم فعالیتی مشابه مرور خاطرات و خواب دیدن رو تجربه میکنیم. منتها یه چیز دیگه ای هم که افراد زنده‌ای که دچار به اصطلاح سکته میشن و برای دقایقی تا وقتی احیا جواب میده و اینها برمیگردن این حرفو میزنن که ما در یک جایی بودیم خودمون رو میدیدیم، اطرافیانمون رو میدیدیم و این در واقع بخشی از همون به اصطلاح خاطراتیه که در مغز ذخیره میشه.